هیچ کس روزه ما را اهمیت نمیتیه، هیچ کس سطر ریش ما را اهمیت نمیتیه. شما دیدستین که امروز صدها جوان هستند که همون ریش اسلامی را میمونن و هزارها جنایت بکنن. امروز در سیمای همون میبینن اسلام، اما نه اسلام دین اخلاقه. چقدر تربیه همون درست کنیم، تربیه اسلامی مون بلند کنیم. امروز شما میدونید که صدها دخترای هستن که سطر دارن یا عملهای نامشروع میکنه و ای دینی ما نیست. مردم گمان میکنه که سطر او دوش تمام اسلام هموه. اخلاق و تربیه چیزی مهمه. پیغمبر ما را قرآن معجزه‌اش در قرآن وصف میکنه، اینک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر تو به اخلاق بزرگی. معجزه پیغمبر ما اخلاق شای. برای همین همیشه در کجا اجتماع تربیت گپ زنیم، ای اخلاق گپ زنیم. زیرا که اخلاق ضعیف شود دین ضعیف می شود. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شما با سجده و رکوع و سجودی مسلمان با مغرور نشوه. شما رفتار و اخلاق او را نگاه کنید، بخاطر او مقصد مناسبت کنید. در حدیث که امام ابو داود روایت میکنه شما گفتار آدم را نگاه نکنید، شما رفتار آدم را نگاه کنید. امروز میدونید انسانایی را که الحمدلله مسلمان و برادر اسلامی هم، لیکن رفتار او را میبینید خیلی اسلام دوره. رفتارهای انسان را باید ما درست اهمیتیم. اخلاق پیغمبر یکم یقین بده. باور داشته باشیم که عذاب حقه، باور داشته باشیم که جنت حقه، باور داشته باشیم که زن امانت الله، باور داشته باشیم که شوهر غضبش غضب خدای. انا همینه، انا همین سبب دنیا آباد میشوه و عدالت میشوه و این دنیا را پشتش راست میشوه. دویمین اخلاق رسول الله صبر بده. دویم اخلاق رسول الله چی بوده است؟ صبر. صبر این نمک ایمانه. زندگی پس میشه، زندگی بلند میشه، زندگی کمبغلی میشه، زندگی بویی میشه، پدر دای دست میره، مادر دای دست میره، شوهر دای دست میره، بچه دای دست میره، زن دای دست میره. اگر ما صبر نداشته باشیم ایمان ای بین میره. صبر کردن در کاره. صبر این نمک ایمانه. کسی صبر داره ایمانی اون مزه داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت مقام هایی هست که شما با نماز او را در نمیابه، با صدقه او را در نمیابه، با حج او را در نمیابه. حضرت با چی در میابیم؟ گفته با صبری در زندگی مصیبت ها او درجه را در میابه. این دنیا به صبر نمیشوه. خداوند در قرآن و خلق کل شیء، الله هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. خداوند آسمان و زمین میگه در 6 دور خلق کردم. نمیشد که گوه که شو پیدا شود. ای دست خدا نمیومد، ای قدرت خدا نمیومد. البته دیا میجه زدن پیداش میکرد. شو میگه 6 دور، یعنی معلوم بود است که نظام خدا هم با صبر خلق شده بود. صبر خطی دوره هر چی پیدا شدگی بود است. من حاضر بینه که هر یک دوره و سال یا اختراع اومده است. دورش خطی خداوندم اختراعش دورش خطی اومده گیاد. چی با 6 روز آسمان و زمین خلق میکرده است. برای ما گفته که صبر لجام کنه نفساتونه خداتونه. اگر صبر نباشه دنیا معنی نداره. معنی صبر چی بوده؟ لجام کردن، کشیدن. امروز اگر صبر نکنیم ما در بسیاری مصیبت و بلاها گرفتار میشیم. برای همین داماد محترم، قدی کلینی محترم، این زندگی شما را شیرینیش از صبر سر میشود. زندگی را زیباییش 4 چیه در زن شو. کسی 4 چیز نداشته باشه در آیین اسلام زندگیش تلخه. یکم صبر، دویم باوری. باید شوهر دا باوری کنی، باید شوهر هم زنش دا باوری کنه. امروز اکثریت انسان ما دا مراجعت میکنن، زنکان که به معنیش که تلفن های شوهراشون میکوبن، همین خیل جنجالش دا به معنی آمدن یک طلاق 2 طلاق کردیم. آخه وقتی که شوهر دا باوری داری چی دوزیم؟ زندگی را با باوری سر کنیم. همون زنک دا باوری کنیم. بسیاری همین جوانای ما رشکای به معنی دارن، رشکای بد. اکش قد خواهرش گوزنی نمیمونه، اکایی که او قد سیله رحمه همون قد گوزنی نمیمونه، خونه خالش رفتنی نمیمونه. عزیزم قطع سیله رحم حرامه. و خونه خالش باید سیله رحمه، امش سیله رحمه، تقویش سیله رحمه.
اکا و دادرش سیله رحمه قسم میخورگی تو خانی پدرت اگر ای به من فلان طلاق. همینه مسلمانی، همینه اسلام. خیلی اگر دیدی که اونجا جای فساد و فسق باشه او زنی مسلمان باشه خودش نمیروه، اگر زنی نامسلمان باشه در این مسئله با تو میمونی که بتونی که شرط مونی. بسیار زندگی را با باوری سر کنه جوانو، هممون صبر یکمش دیمش باوری های. امروز مرد زن در دیگریش باوری ندارن، ایرشکای بمعنی، گمانای بمعنی، کارای بمعنی. ده ها اویله در همین سرزمین پشت خوده سه روز طلاق در رفته رسیده‌اند. باید باوری کنیم، باور کنیم. من آواز شما کلین محترم در این خاندان اومده، داماد محترم زندگی کرده، شما اکنون باید باوری کنه در دیگری، باوری کنه که زن شما زنکی تازه، و هم باوری کنه که مرد شما مردی تازه. اگر گمانای بمعنی باشه و رشکای بمعنی باشه زندگی های ما سال نمیکشه. باوری یکم صبر، دویم باوری، سوم چه بدای راستی. زندگی های دروغ کلید میشوه. اصلا در زندگی دروغ زندگی نکنه. دیده که زندگی دروغ های، دیده که زندگی به معنی رفته است شوه، حتما اصلاح شوه، حتما هممون باید اصلاح شویم. زندگی دروغ معنی نداره. امروز ای راستی باید دنیا آباد شود. چهارمین چیزی هست که زندگی ما را آباد میکنه اراده. مردا باید اراده قوی داشته باشن که زندگیشون گذرانده میتونن. زنها هم باید اراده قوی داشته باشن که صبر کرده میتونن، زن شده میتونن، مادر شده میتونن. بعد زندگی میکنی دیگه ای بری پدرت و مادرت همه اون چیزی که داشتی پیش شوهرت میگذاری، اکنون دامن شوهرت هم میخوای دنبال شوهرت بشی. این اراده میگم. اگر اراده نداشته باشی شوهرت تو در بی ارادگی مقصد در این دنیا آورده او را قامت خم کنی، آبروش کشی پایان کنی، او را به آبرو کنی، هم نزد خدا در شرمنده ای زن، هم نزد جمعیت در شرمنده ای با میل با عذاب روز خدا. اینا میگن چی اراده؟ زندگی شما امروز پاش میخوره برای اون که اراده به خود نیست. اراده کنیم. یک زنی فرعون چارمخ میکنه، فرعون آسیه را، اینا بین آسیه را فرعون چارمخ میکنه، اراده یک زن یک امپراتور را میترسونه. میگه نه من ای آیین موسی نمیگردم. اراده اگر اراده قوی باشه کو این کمبغلی، این قشاقی، این بنانی، این بپولی، این بخانگی، این 1 سال و 2 سال این میگذره به همه چی آدم ای روی اراده بزرگ میرسن. اراده ها باید قوی باشه. مادر و خانم و کلین و خواهرای ما اگر اراده قوی نداشته باشن ما مردا هیچ مال پیش رفته نمیتونیم. زنی که اراده نداره مردی او معیوسه، مردی او همیشه چشته که هیچ نول هیچ نیست، همون قدر مهنت و زحمتش پوچه. زنا باید اراده قوی داشته باشن، زنا باید اراده داشته باشن، مردان باید اراده داشته باشن که زندگی را کشیده میتونن. انامین ای مردی، انامین ای آیین اسلام. پیغمبر ما 9 تا زن داشت، یگان بار به اراده بود. مرد باری آمد، مرد باری دنیا گذشت رفت. مرد انامین عزیزا، 1 زن داره، 2 زن داره، 3 زن داره، 4 زن داره، خدا اجازت داده، لیکن اراده را دست نده. اراده را قوی گیره، استوار گیره، آهن باری استوار باشه. برای آنکه خداوند بنده به اراده را دوست می داشته. برای همین دعا میکنم که خداوند خیر قبول کنه و در دامن این شب و عروس فرزندای سالم و صالح عطا کنه. گذشته ها را قبراش پر نور و زنده ها را توفیق ده. عاقبت کار ما را خدا به خیر، ایمان ما را به سلامت و همیشه همین گونه مجلس های دینی را زیاد گردانه تا این دعوت ها، تا این عمل سبب شوه که ما در این دنیا نجات یابیم و زندگی خوب یابیم، در آخرت با لقای خدا و شفاعت پیغمبر با نصیب شویم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکنون ما را جواب ده که مقصد که وقت منتنگه. خدا نگهبانتون. ما باید یقین داشته باشیم، ما یقین باید داشته باشیم که شوهر آزار دادنش ما را فردا پروردگار جهنم می‌دروره. اگر یقین نداشته باشین یا اوسانه در نظرت. ما یقین داشته باشیم که زدن زن حرامه. ما یقین باید داشته باشیم که دشنام زن حرامه. ما باید یقین داشته باشیم کسی دشنام میتیه او فاسقه، ای چارچوبه شریعت میبروید.
ما باید یقین داشته باشیم که زنها وقت شوهرها را آزار میتین، آزارهای به معنی میتین، جاشون جهنمه. حتی در حدیث گوهربارشون اومده که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفتن ای سه طایفه خدا و ملائکه ها بیزاره و من پیغمبرم بیزارم. گفتن کیه اونها؟ گویا همون امامی که مردم بدش میبینه و این همین مجبوری اومده محراب داشته، منبر داشته، مردم دوست نمیدارن شب، لیکن میبیاید با واسطه برنامه سازی و جوره بازیاش میبیاید همین وظیفه ده میشینه، هیچ کس باید برطرف کردن نمیتونه. دویم گفت همون زنی که عبادت خدا را میکنه، زنی مسلمانه لیکن شوهرش اوی روزنه شوهرش غم میتیه، خدا و پیغمبر و ملائکه گو این زن بیزاره. یعنی برای همین ده یقین کردن در کارای من همینجا ما آمدیم خدماتون خدا مبارک کنه. باید ما یقین داشته باشیم که هر کسی که در مراسم خرسندی برادرش، در معرکه خرسندی برادرش خرسندی میکنه و ایمانش کامله. همین باید یقین داشته باشیم که حق همین. اگر ما یقین نداشته باشیم، اگر ما باور نداشته باشیم، ما باید یقین داشته باشیم که در گور ما را دو ملائکه میپرسه. اگر انسان اینم خیلی نیرو در بدنش بیاید که گناه نمیکنه و میترسه خدا و در پیشگاه او پروردگار حق کاری ناشایسته کردن نمیتونه. اگر او فهمه که در پیش پدر به حرمتی کشیدن آدم عاق میشوه، مادر آزار دادن آدم جهنمی میشوه، همسایه را آزار دادن آدم جهنمی میشوه، آدم دزد جهنمی میشوه، آدم خیانت کنه جهنمی میشوه، آدم مقصد غیبت کنه جهنمی میشوه. اگر همین یقین داشته باشه چخیل گناه میکنه. اولین اخلاق رسول الله یقین بوده است. ما باید یقین داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی با برادر مسلمانش دست به دست سلام میکنه، همین دستاش اول کفش کف جدا نکرده، خداوند تمام گناههای دو مسلمان رو میبخشه. باید ما ایمان داشته باشیم. ما باید یقین داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که سلام مسلمان، علیک مسلمان، آغوش مسلمان وقتی خندیده و به مهر گناه ما رو میرسونه. این معرکه و برای همینه اولین اخلاق رسول الله یقین بده است. داماد محترم، شما هم دونه که همین روز عبارت زن امانت الله های. این خداوند شما دا امانت داده، این امانت پگه شما دا خدا میپرسه. شما باید خوش اخلاق باشه، شما باید خوش گفتار باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خیارکم لنسائهم، بهترین امت من از مردا کسی هست که زنش خیلی خوش اخلاقه. بهترین امت من کسی هست که زنش خیلی خوش رفتاره. وقتی که ما خوش اخلاق و خوش رفتار باشیم امتی جدا کرده پیغمبر خداییم. این یقین در کاره. این ده باید ما دو دله نباشیم، ایمان داشته باشیم که چی حقه. در هر جای اخلاق باید زیاد گپ بزنیم، از تربیت زیاد گپ بزنیم، برای که دنیا امروز به حد پیش رفته است. دنیا امروز به حد پیشروی است. اگر ای اخلاق پیغمبر، ای آیین پیغمبر، ای تعلیم و تربیه کلاسیکا ما گپ نزنیم که در 10 ساله 15 ساله آخر نسل یا شما همه اینا وحشی کلام میشوند، اینا به حرمت کلام میشوند، اینا به عزت کلام میشوند، اینا قدر پدر و مادرداری را نمیدونند، اینا قدر کلینداری و قدر داماداری را نمیدونند. یقین باید دانسته باشیم. هر آدم تابوتش میمونن، همه ما و شما مسلمانیم بالای تابوتش میگن که حق الله ای حق عبد. ای خدا اگر قرضدار باشه چیزی در خدا میسپاریم شه. اگر کسی را آزار داده باشه، کسی را شکنجه کرده باشه، کسی را قرض گرفته باشه، با شاهد و دلیل بیاید بتیه که حق العبد ما خدا نمیبخشه. برادر و حق العبد همینه. زنها اگر به روزگی شوهر روان، شوهرها اگر به روزگی زن روان، خوشتامنا ای کلینا ناراض روان، کلینا ای خوشتامنا ناراض روان. بسیار ما خوشتامنای داریم که بد زبانن، خوشتامنای به معنی هم امروزا بسیار پیش ما شکایت میبیاین به هیچی، به یگان دلیل و منطق. این همه حواس و آرزوهای به معنی نفس پرستی خدی همه فرزندای مردم کلینا را غم میتن. اینا هم پگه ای دنیا گذارن کلینا ناراض باشن، اینا هم نزد الله والله جواب میتین. وای کلین شده اومده، وای هم بنده الله های، وای هم امانت خدا های.
ندونیست نشانش میتهی، کردن نتونیست نشانش میتهی. خسور خوشتامان وظیفه معلم داره. 5 سال 10 سال برای او پخت پز نشان میته و آدم خوب شود. برای همین بعضی انسان‌هایی هستند که تربیه را ندیدن، تربیه سری در سرخانه ندیدن. پیغمبر ما اومد جانورای وحشی عرب تربیت کرد، آدم کرد. کلین خانه میبیه باید ما او را تربیت کنیم، داماد خانه میبیه باید او را ما تربیت کنیم. خدا و رسول بسم الله نشان دهیم. ما مسلمانیم. اخلاق جناب پیغمبر همین بده عزیزان مونده. این یقینه. اگر ما یقین نداشته باشیم دین معنی نداره. باید ما یقین داریم که حقای خدا، عذابش حقای، ملائکش حقای، جنتش حقای، دوزختش حقای، قبر عذابش حقای. باید ما کوشش کنیم که حق الله و حق العبد خوش رو بجا بیاریم. ای ما کسی خفه نروه، بعد مردنمون دعای نیک ممکنه. این مسئله را باید جدی بینیم. خصوصا داماد محترم همه نمونه زندگی را کلین شما میگیره. شما اگر بامداد خوانده که وای کلین بامداد بخونه، شما اگر 5 وقت نماز خوانده که وای نماز بخونه، شما حق حلال جوان مرد باشه و شما این اون سا میگیره. زیرا اینکه خوجه‌ای نکن مرد یخت زندگی. مرد اگر پاپیروس کشه، مرد اگر مقصد دیگه مشروبات نوشه، مرد اگر بندونه و هزارها تبلت‌های معیشی خوره، مرد به نماز باشه، ایوه پگه چگونه فرزند به دنیا بیاید؟ چگونه زن و اطاعت کنه؟ زنی به ایمان در همین گونه مردهای فاسق غریب بده. برادرای اسلامی مومنین خدا، همتون به این معرکه خیر خوش آمدین. خوشنودی مسلمان در حق مسلمان این دلالت میکنه که اون مسلمان ایمان کامل داره. مسلمان وقت در حق مسلمان خرسان شود، در توی مسلمان خرسان شود، در معرکه مسلمان خرسان شود، برادرش وقت در یک نعمت میرسه خرسان شود، دلالت میکنه که وای انسان ایمان کامل داره. مسلمان وقت برای مسلمان زیق شود، در مصیبت مسلمان زیق شود، بالای سرش یا زیقی میبیا اینم زیقی کنه، همدردی بیان کنه، چیزی که از دنیا در اون میرسه که او را زیق میکنه برادرش هم زیق شود. زیق شدن در حق مسلمان هم دلالت میکنه که مسلمان ایمان کامل داشته. اینمی دین ما همینجا سر میشود که اخلاق بینیم و هر یکی ما در شکست مسلمان ما باید زیق شویم، در پیشروی مسلمان باید ما خرسان شویم. انا همین دلالت می شود که ما ایمانی کامل داریم. هر کسی که اگر در مسلمان با واسطه کینه، عداوت، دشمنی، بغض، بخیلی، چقدر اعمالهای شیطانی و اعمالهای امروز از اخلاق و تربیت دوره مسلمان غم میتیان، ایرا نغزانیم که پیغمبرمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دعای قرآنی هن که پیغمبرمون دعا کردگی بود است که ربنا لا تجعل، پروردگار رو نگردان، فی قلوبنا، در دل مایان نسبت اهل ایمان، غلا للذین آمنوا. پروردگار و پیغمبر دعا میکرد است که در دل من جای نته کینه و دشمنی و عداوت و بخل و بخیلی را نسبت اهل ایمان. کسی نسبت اهل ایمان، کسی نسبت مسلمان در درون دلش کینه و عداوت و بغض میگرفته است، خدا با او قهری میکرده است. یعنی کسی که در درون دلش با مسلمان کینه و عداوت میگیره، خدا با او قهری میکنه. همیشه و همیشه باید ما از حسد، از کینه، از عداوت، از بخل، از بخیلی احتیاط شویم. چی با پیغمبرمون دعا کرده است که پروردگارو قلب من نسبت اهل ایمان هم خیلی چیارا رهنته. امروز شکست ما در بخیلی های، شکست ما در چی های؟ شکست ما در بخیلی های، شکست ما در حسد های، در دشمنی های. ما باید همی کارهای عملهای رزیله ابلیسی های. در هر یک دور و زمان ما محتاجیم به گپی خوب، به آدمی خوب، به استادای ادبیات، به استادای دین، به معلم، به پدرای خوب. قسم به خدا، این قسم حانیسی های، هر یک دقیقه ما محتاج به نصیحتگر.
امروز همین معرکه های ما، شیشتنهای ما، مراسم دامادی عروسی ما، چیزی که نباشه باید حتما یک چیز از اخلاق و تربیه و دین و آیین گفته شود، برای که اگر گفته نشود در بدن ما نیروهای خوب هست، مثل راستگویی، مثل مهر، محبت، صداقت، حرمت، عزت، اینها با واسطه شیطان و پیروای او ضعیف میشوند. انا همین در بدن ما همین نیروهای بودگی را به همین نصیحت ما باید به قوت کنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان امر کردند که بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من پیغمبر برای او شدم که یک وظیفه من همینه که شما را به اخلاق انسانی آورده رسانم. نگفته اولی نماز، نگفته زکات، نگفته حج، میگه گفته من آمدم که شما را به بهترین فرهنگ آورده رسانم. من آمدم که شما را بهترین تربیت دیم، بهترین اخلاق دیم. مقصد از این تربیه و اخلاق صحبت کرده استیم. کلینی محترم، این خاندان دا شما مهمان شده میبیایی، با واسطه تربیه و اخلاقتان شما همه را رام میکنه، با واسطه اخلاق و تربیتان شما همه را بختار رام میکنه، همه شما را دوست میداره، همه شما را حرمت میکنه. شما با یک حرکت بیزیبتان، شما با یک حرکت نامشروعتان، شما با یک حرکتی که اگر بیزیب نشانته نغزانه که همه چهره ها همه چی از شما دور میشود. همین قدر خواه خشنودی خدا را، خشنودی پروردگار را، روزگی خدا را به دست بیاره، چی قدر با اخلاق بزرگ معامله کنه. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای او پیغمبر شدم که شما را به اخلاق حمیده رسانم. امام غزالی در کتابش آورده است که تمام علما جمع شدیان، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع کردیان، 10 تقسیم شده. اخلاق رسول الله 10 تقسیم بده. یکی از اخلاقهای اولین درجه پیغمبر خدا یقین بده. یقین چی نمیگن عزیزو؟ یقین یعنی که اگر حاضر ما در همین جا گپ زنیم که بیرون روشن ہے، همه میگن روشن ہے، همین یقین ہے. اگر ما روشن گویم دو کس گوه که تاریک همینجا شک پیدا میشود. یعنی یقین کن. انا میخوام باید ما یقین داشته باشیم که دو ملائکه هستند که تمام ثواب و عذاب ما را می نویسند.